تمام این مدارک نابود بکنم. غلام خان مقاومت نکن، زودتر خودتو تسلیم کن. این نمازه اینا کپم بره دیگه چیزی واسه ثابت کردن نداره. آهای غلام تکسی صدامو داری؟ منم شهرام بیمار. چی میگه کله پوک؟ من قبول کردم که بر علیه تو دادگاه شهادت بدم. ای نادون ابله، شهادت تا به دلیل بیعقلیت هیچ اعتباری نداره. چرا داره؟ قاضی به من گفته چون تو مدارک عبه میبری شهادت من تنها چیزیه که باعث میشه که سالهای سال تو زندان آب خونک بخوره. رئیس زود باش خودتو تسلیم کن، اگر نه خودم میارمت بیرون. میکشمت خائن رئیس فروش. ای داده بینا، اون اسلحه داره میخواد منو بکشه. بیا اون کشیده. آب کشت میکنم. بزنیده. من تنها نمیرم. کمک کنید، نذارید منو بگیره. تو رو با خودم میکشونم جهنم. لعنته، زود باش بمیر. خفت میکنم. بی مغز نادون، تو خوابم دست از سرم ور نمیداری. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. فیلم‌های اورجینال با کیفیت تصویر مطلوب و قیمت مناسب. مؤسسه رسانه‌های تصویری